حرکت براتون آشناست؟ غده جوانی یا غده تیموس. سلام دوستان. غده تیموس که به غده جوانی معروف هستش، آروم آروم تا وقتی که رشد میکنه و سر حاله ما با همراه اون رشد میکنیم، قد میکشیم و حسابی پر و بال میگیریم. اما از یه حدی که میگذره، از حدود سن 24 تا 36 سالگی، آروم این رشد غده تیموس متوقف میشه و ما هم رشدمون متوقف میشه. اما اگر بخواید دوباره رشد کنین و سلولاتون تازه بشه و همیشه در جوانی و شادابی خودتون باشین و بدرخشین، باید این غده رو تحریک کنین و چربیای دور این غده آب بشه. و یک راهکار عالی امروز میخوام بگم برای تحریک این غده. برای تحریک غده تیموس روزانه چند ضربه روی این غده وسط سینه هستش میتونین بزنید. حداقل 10 تا 15 ضربه رو هر روز بزنید و این غده به راحتی تحریک میشه و موجب شادابی و جوانی شما میشه.